خسته نباشید. منم یه داستان دارم، گفتم شاید براتون جالب باشه که تعریفش کنم. این داستانی که تعریف میکنم برمیگرده به بچگیم، خیلی سال پیش. ما ساکن مشهدیم. یه خونه‌ای داشتیم که حیاط داشت، یه حیاط تقریبا بزرگی بود که وارد حیاط که می شدی مستقیم روبروت یه در آلومینیومی بود، سمت چپ پنجره ها بود که در آلومینیومی رو که می اومدی یه راه رو بود، سمت چپت پله می خورد می رفت رو به پشت بوم، یه طبقه بود خونه. بعد این از راه رو که می رفتی به سمت روبرو باید یه در دیگه‌ای می خورد که خب فعلا پدر من چون تازه اون خونه رو ساخته بود، یادم هنوز حمومش هم اصلا حموم نبود. یعنی ما وقتی میخواستیم بریم حمام مجبور میشدیم بریم خونه مادر بزرگم تا بابام اوکی کنه حموم و اینا رو. یکم چون پدر منم کارمند بود با مادرم یه مقداری سختشون بود، چون بالاخره خونه تازه گرفته بودن و اینا، داخلش رو تغییرات میخواستن بدن و خونه خب صفرم بود، حمومش کامل نشده بود. بعد این راهرویی که میگم در آلومینیومی رد میشد میرفت روبرو، باید یه در میخورد که مامانم تعریف میکنه، میگه که هنوز در نزده بودیم اون داخلو. یعنی این که از حیاط که وارد می شدی اون در آلومینیومی رو باز می کردی، می رفتی داخل، راه رو بود، باید یه در دیگه باز اون طرف می خورد که وارد پذیرایی می شد که خب اون در نبود. مامانم 2 پتوی خیلی بزرگ از سقف در به سمت پایین آویزون کرده بود که سرما داخل نیاد. بعد مامانم یه روز تعریف میکرد، میگفتش که خواب بودم بیدار شدم، تو همون لحظه‌ای که بیدار شدم یک دفعه دیدم انگار باد زد به این پتو رفت کنار کامل، حس میکردم باده، ولی بعدش دیدم یه خانم چادر سفید بچه به بغل اومد داخل، قشنگ وایستاد رو به من کرد، گفت نترسی ها. میگه من همون لحظه که دیدمش یه حالت اینطوری، میگه نفسم اصلا در نمی اومد، یه نفس کشیدم به زور، میگه زبونم قفل شده بود. نگام کرد گفت ببین من نترس از من با این بچه چند سال پیش اینجا تصادف کردم، من به تو کاری ندارم، من خونم توی اون اتاقه. میگه رفت داخل اون اتاق و میگه یه دفعه بلند شدم همینطوری بسم الله یواش یواش وارد اتاق شدم، این طرف و اون طرف رو نگاه کردم، دیدم خدایا هیچکی نیست. این اتاقی هم که میگم دقیقاً خونه 2 اتاق داشت. بعد که اون اتاقی داخل اون اتاقی هم میرفت این روحه که چیز بود، گفتم حموم خیلی وحشتناکی هم داشت، نه چراغ داشت نه هیچی، سیمان بود کفش و اینا. میگم هنوز راه نیفتاده بود حمومش، داخل همون اتاقه میرفت. مامانم میگه که فکر کردم توهم دیدم، چیزی بوده، حالا هر چی. میگه برای کسی تعریف نکردم دیگه، برای باباتینا تعریف نکردم. میگه یه روز نشسته بودیم داشتیم فیلم نگاه میکردیم، تلویزیون روشن بود و همطوری چای میوه اینا نشسته بودیم روبروی تلویزیون. بعد میگفتش که یک دفعه بابات بلند شد گفت خانم بسم الله کرد، یواش یواش رفت به سمت اتاق و یه دوری زد و برگشت اومد نشست کنارم، گفت خانم یه چیزی بهت بگم، نمیگه دیوونه شدم؟ بعد مامانم میگه نه بگو چی شده. بعد تعریف میکنه، میگه که باورت میشه یه خانم چادر سفید بچه به بغل دیدم، خدا شاهده رد شد همین الان رفت توی همین اتاقه، ولی هیچکی نبود. خیلی میترسن دیگه. بعد مامانم میگه که من اینو دیده بودم، فکر میکردم توهم دیدم، ولی دیگه الان که تو دیدی دیگه مطمئن شدم وجود داره، واقعا هست. بعد پدرم به مامانم میگه که احتمالاً یه روح پاکی چیزی باید باشه، بچه هم دستش بوده، هرچی هست بیا برای این خیرات و صدقه بدیم.
خیلی خوبه اتفاقا، ما نباید بترسیم و اینها. بعد مامانم میگه باشه دیگه. مثلا برای این روحه مامانم همیشه یادمه مثلا برنجی چیزی یا نونی چیزی که اضافه میاد برای گنجشکا و پرنده ها توی باغچه حیات میریخت. بعد به مرور زمان هرچی که میگذشت انگار اون خونه خیلی اومد داشت برامون. یعنی من یادمه بابام وضع مالیش خیلی هر روز بهتر میشد. نمیدونم چی بود که واقعا خونه خیلی اومد داشت. بعد یه روز من فکر میکنم 9 ساله 10 ساله اینها بودم، دقیق نمیدونم چند سالم بود، ولی فکر میکنم همین حدودا بودم. من یه برادر کوچیکتر از خودم هم دارم، 2 سال از من کوچیکتره. بعد برادر من تقریبا الان نزدیک 30 سالشه. تعریف میکنه الان که صحبت میکنیم به من میگه که تو نگین منو وقتایی که دنبالت میومدم دوست نداشتی مثلا با دخترها میرفتی بازی میکردی، دوست نداشتی من بیام با تو بازی کنم، منو میکردی تو اون اتاق عقبی در رو میبستی. نگین پشت سر من یه خانم چادر سفید همیشه وای میستاد، یادت خیلی گریه میکردم به خاطر اینکه تو در رو میبستی قفل میکردی، اون خانومه تو اتاق بود، اون گوشه اتاق همش به من نگاه میکرد. و این طبیعیه که اون از من بچه تر بود و میگن بچه ها هم روحا رو میبینن دیگه. دقیقا توی همون اتاق برادر من این روح رو میدیده. بعد یه خاطره یادم از اون خونه که من یه بار داخل آشپزخونه بودیم. آشپزخونه هم یه حیاط خلوت داشت که دقیقاً به همون اتاق ربط پیدا می‌کرد. البته بینش یه دیوار بود که کنارش گفتم یه حمومی بود که هنوز کامل نشده بود، حیاط خلوت بود و دیگه آشپزخونه. من یادمه که به مامانم گفتم که مامان من شکلات میخوام. اون زمانا بیشتر از این شکلات‌های آب نباتی مامانم میگرفت که من خیلی دوست داشتم. برامون شکلات آب نباتی میگرفت که زرد و نارنجی و قرمز و رنگاش اینطوری بود. بعد به مامانم گفتم که مامان شکلات به من بده. کابینت رو باز کرد، از بالا پلاستیک شکلات ها رو گذاشت، یه دونه شکلات رو برداشت که بده به من، بقیه شکلات ها رو گذاشت دوباره داخل کابینت، چون من خیلی شکلات میخوردم میترسید دندونام خراب بشه. بعد همطوری که پلاستیک اومده بذاره بالای کابینت من قشنگ یادم اینطوری که شکلات ها رو گذاشت، یه شکلات رو گذاشته بود روی اوپن. من اون شکلات رو ندیدم چون مامانم روبروش وایستاده بود. بعد تا اومد شکلات ها رو بذاره بالای کابینت، یهو در کابینت رو بست، نگاه کردید شکلات نیست. بعد مامانم رو به من کرد گفتش که شکلات رو برداشتی؟ گفتم نه بده، منتظر بودم. بعد مامانم رو به من کرد گفتش که این شکلات کجا افتاد؟ خدای من سوسک جمع میشه، هی گشت این طرف اون طرف، خم شد زیر کابینت رو نگاه کرد، این طرف اون طرف کابینت رو، خدای کجاست؟ یادم هی داشت اینا رو با خودش میگفت. خب آخه ببین الان هی اینطوری به من میگفتش که ببین سوسک جمع میشه، مورچه جمع میشه. بعد یک دفعه طوری که داشت اینا رو میگفت مامانم برگشت گفت بسم الله، این شکلات کجاست؟ بسم الله. هم اینو که گفت خدا میدونه، خدا شاهده، این روز هنوز یادم این اتفاق که شکلات به شدت پرت شد به سمت شیشه فر. بعد الان که دارم بهتون میگم باور کنین یخ زدم. این شکلات پرتاب شد به سمت شیشه فر، نصف ریزه های شکلات رفت سمت حیاط خلوت ریخت، یه مقدار کوچولوش روی زمین و بقیهش چسبیده بود طوری به شیشه فرگاز که اصلا کنده نمیشد. بعد با یک بزاق سفید رنگ عجیبه که اصلا تا به حال یه همچی چیزی من ندیدم تو عمرم، یعنی اولین بار بود که یه همچی چیزی میدیدیم. مامانم با ناخونش هر چی سعی میکرد اینو بکنه کنده نمیشد.
بعد دیگه هی گفت بسم الله بسم الله، همطوری میکندش دیگه، به زحمت کندش و دست منو گرفت. از آشپزخونه اومدیم بیرون، برگشت رو به من گفتش که نترسیا، ببین اینو سوسکه خورده بود. گفتم بسم الله، سوسکه از ذهنش انداخت. خب کدوم سوسکه که یه همچین کاری بکنه؟ خیلی عجیب بود، اصلا بزاق دهانش خیلی عجیب بود، هر چی بود اصلا الان که یادم میاد واقعا یه همچی چیزی هیچ وقت هیچ جا ندیدم. اصلا با بزاق دهان انسان خیلی فرق میکرد، کشدار بود، سفید و فوق‌العاده عجیب بود. این چند تا خاطره بود که من از اون خونه داشتم. بعدش هم بعد یه مدتی دیگه، چند سال بعد، اون خونه رو فروختیم و از اونجا رفتیم. چیزای عجیب‌تر هم اتفاق میافتاد که حالا من 2 تاشو تعریف کردم.